سلام و درود. به کانال پرنیانز لایبرری خیلی خوش اومدین. در این قسمت قصد دارم 6 تا از خطرناکترین و کشنده ترین حیوانات جهان رو بررسی کنم. پس تا آخر این ویدیو با ما باشید. شماره 6 مورچه گلوله‌ای. دردناکترین گزش حشره مربوط به گاز گرفتن مورچه گلوله‌ایه. وقتی که این مورچه شما رو میگزه درد اونقدر شدیده که انگار مورد اصابت گلوله قرار گرفتید. سپس درد در تمام نقاط بدن حس شده و با کاهش و افزایش های ناگهانی خود شما رو دچار کابوس خواهد کرد. شماره 5 کاسوری. مرگبارترین و خطرناکترین پرنده روی زمین کاسوری نام داره. یک پرنده غول پیکر با چنگال‌های چنان قدرتمند که به راحتی میتونه شکم یک انسان رو پاره کنه و محتویات اون رو بیرون بکشه. این اتفاق تا الان بارها رخ داده، چون کاسوری‌ها معمولاً در جستجوی غذا به سواحل و حتی خونه‌های مسکونی سرک میکشن و در صورتی که غذایی پیدا نکنن به یک انسان حمله میکنن. در اتفاق خوفناک یک کاسوری مردی بالغ رو به زمین میکوبه و با یک حرکت سریع و ساده شاهرگ گردن اون رو قطع میکنه. شماره 4 عنکبوت آواره برزیلی. سمی‌ترین عنکبوت جهان فقط باعث مرگ شما نمیشه، بلکه باعث میشه مرگتون به دردناکترین شکل و ناخوشایندترین شکل ممکن تبدیل بشه. بعد از گزیده شدن توسط این عنکبوت باید انتظار مشکلات قلبی، از دست رفتن گرمای بدن و تشنج رو داشته باشید. شماره 3 کفتار. بدترین شیوه برای مردن به گفته گوردون گرایس که یک کارشناس در حوزه جانورانه، خورده شدن توسط گله کفتارهاست. کفتارها معمولاً زحمت کشتن شکار رو به خودشون نمیدن. اونا در حالی که شکار هنوز زنده هست و نفس میکشه و تمام درد و رنج ناشی از شکار شدن رو حس میکنه، پوست و گوشت اون رو پاره میکنن و میخورند و با داشتن آرواره‌ای با قدرت باور نکردنی حتی از استخوان شما هم نمیگذرند. شماره 2 کوسه سفید بزرگ. مرگبارترین آرواره در جهان مربوط به کوسه سفید غول پیکره که قدرت آرواره و گاز گرفتن اون 15 برابر بیشتر از گاز یک انسان بالغه. از سال 1907 تا کنون این کوسه خوفناک با آرواره‌های قدرتمندش جان بیش از 220 نفر رو گرفته. شماره 1 مار تایپن اینلند. تایپن اینلند سمی‌ترین مار جهانه که زهرش 50 برابر زهر مار کبرا کشندگی داره. بعد از اینکه این مار شما رو نیش زد فقط 30 دقیقه فرصت دارید تا خودتون رو به بیمارستان برسونید. در غیر این صورت زهر در سراسر بدن شما پخش میشه و مرگ شما حتمیه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم کانال ما رو با لایک و سابسکرایباتون حمایت کنید.